هذا التلمیذ مجتهد. ترجمهش این دانشجو فعال است، کوشش کننده است. این دانشجو فعال و کوشش کننده است. اکنون اعرابش چی است؟ هذا التلمیذ مجتهد. اولا هذا تلمیذ را ما و شما اعرابش رو درس گذشته با تفصیل گرفته بودیم. از این حساب فقط عباره را میخونم و اما شرح نمیتونیم یا یگان قاعده گویی نمیکنیم. قاعده را که یک بار گفتگی باشیم دویم بار تکرار نمیکنیم. اگر فراموش شده باشد از ذهنمون شاید تکرار شود، اما در ذهنمون باشد دفعه دوم قاعده را تکرار نمیکنم. از این حساب هر درس قاعده هاشا حفظ کنید و از خود بکنید. هذا اعرابش الهاء للتنبیه حرف لا محل له من الاعراب. ذا اسم اشاره مبنی على السكون في محل رفع مبتدأ. التلميذ بدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. پس در اینجا درس گذشته قاعده گفته بودیم که بعد از اسم اشاره اسم الف لام دار باشد دو مذهب است در نزد علمای گراماتیک. پس مذهب را در بیان کرده بودیم. اکنون التلمیذ بدل المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مجتهد اعرابش چی است؟ مجتهد خبر مرفوع و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره. دیدید مجتهد خبر هست. ما گفتیم خبر با 4 قسم تقسیم می شود. اول خبر با 2 قسم تقسیم می شود، مفرد و غیر مفرد. در اینجا مجتهدون خبر هست. کدام نمودی خبر هست؟ خبری مفرد. خبری مفرد می باشد کلمه مجتهدون در این عباره هذا التلمیذ مجتهدون. پس این بود اعرابش و اعراب رو شرح و تفصیل و بیان کرده بودیم. از این حساب تکرار نمیکنم بار دوم.